4 چیز عجیب اما واقعی از جنگ جهانی دوم. اولیش خلبانی که وقتی داشت هواپیماش سقوط میکرد از 18,000 پایی بدون چتر نجات پرید ولی زنده موند با برخورد به درختها و زمینی که پوشیده از برف بود. دومیش از 52,000 نفری که برای آموزش خلبانی در نظر گرفته بودن، نزدیک به 26,000 نفرشون قبل اینکه حتی به جنگ برسن توی آموزش ها بین رفتن. سومیش توی کشور لهستان خانمی به نام وشتک از خرسی برای جابجایی مهمات سنگین استفاده می‌کرده که بعد از جنگ نشان افتخار رو به اون خرس دادن. و چهارمیش کمبود مرد توی کشورهای لیتوانی و استونی بوده به خاطر اینکه نزدیک به 60% مرداشون از بین رفته بودن و مشکل بزرگی برای کشورشون ایجاد کرد. راستی با چومی بدون از دنیای اطراف بیشتر بدون.